علما وی کتابونو کې وی شاگردان باید د استادانو ادب هم کوي، باید استاد از شاگردها ادب استادان هم بکنه، چون علم خودش ادب است. یک کس که الله عز وجل او را ملبس با علم بکنه و علم خودش ادب است، باید شاگرد امرای استازم ادب کنه، امرای هم انسانا. در یک جامعه یک محصل و متعلم باید به این شناخته شود که این متعلم است. در مابین دیگه جوانا از این جوان باید از دیگه جوانا امتیاز باشه، در آداب و در اخلاق که انسانها بفهمند که علم اقدر فرق در این آدم آورده که دیگه انسانها هم اولادهای خود در جامعه هم ملبس به علم بکنه تا که در اونها هم آدب بیاین. الله عز وجل ما را مؤدبین بسازد. امام مالک رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله میگه ما که وقتی به امام مالک سیب آمدیم از امام مالک سیب علم حاصل میکردیم و ما در درس میشیستیم، ای ورقه که میزدیم اینطور استا کار میکردیم که کلپ نکنه، این کاغذ اینطور که نکنه که امام مالک سیب متوجه به ما نشود. این یک ادب علم است. بعضی وقت شاگرد در درس می باشه، تلفن خود میکشه و استاد درس میخوانه، ای به موبایل سیل میکنه. این ادب علم نیست. او علما میگه که وقتی ما ادب علم بکنیم